حضرت حافظ یک نصیحت خوبه برای ما دارن، میگویند زی سنگ حادثه خواهی که منحنی نشوی مباش همچو ترازو تو در پی کم و بیش. اگر ای انسان میخواهی که از این واقعه های روزگار، از این سنگ هایی که روزانه از جانب این واقعه ها به تو میرسد منحنی نشوی، کج نشوی، شکسته نشوی، چیکار کن؟ مثل ترازو مباش همچو ترازو تو در پی کم و بیش. اگر ترازو را تصور کنیم، وقتی که کفه های آن برابر هستند، اگر ما روی این کفه حتی 4-5 دانه گندم هم بریزیم، الکه این کفه میرود به بالا، این پایان این مش میرود به بالا. یعنی به اندک وزنه، به اندک چیز موقع خود را دیگر میکند. حافظ میگویند تو مثل ترازو مباش، به اندک حادثه جایگاه و موقع خودت را از دست مده، وگرنه اگر قرار است بر این در این روزگار امروزه باید ما هر لحظه دیگرگون شویم. پس ثابت مان، یعنی اینقدر جدی نگیر زندگی را، چون بسیار این دنیا خودش بسیار کم است، خیلی اندک است. حالا چی رسد به اندکی او که ما برای او غم خوریم و این خاطر خود را مشوش گردانیم. این خاطر این نصیحت حضرت حافظ را همیشه در یاد گیریم که زی سنگ حادثه خواهی که منحنی نشوی مباش همچو ترازو تو در پی کم و بیش.